салом, ба барномаи ахбори озодӣ хуш омадед. имрӯз 27 апрел аст ва таваҷҷӯҳ кунед ба сархати гузоришҳои рӯз. мақомоти тоҷикистон дигар бора ба суроғи занону кӯдакони доишиёни тоҷик ба Сурия рафта ваъда доданд ки онҳоро бармегардонанд. сарбози тоҷик табори артиши русияро дар Барнаул дафн карданд. хешовандонаш мегӯянд, дар ҷангҳо дар Харкови Украина кушта шуд. ва бо дасту пои маълул ба ҳамтақдиронаш кӯмак мекунад то зиндагии комил дошта бошанд. мегӯяд, камбинии дигарон барояш аҳамият надорад. бигзор ҳамон нафаре ки як бор маро мебинад дар ҳамон ҳолат шояд худоро ёд кунад, як кори бадаш пеши назараш биёяд. як ҳайат аз тоҷикистон ҳафтаи пеш Сурия рафта бо занони тоҷик дар паноҳгоҳ вохӯрданд. ба гуфтаи манобеи огоҳ, дар ин ҳайат намояндагони ниҳодҳои қудратӣ ва дипломатҳои тоҷик ҳузур доштанд. ҳадаф аз сафар ба Сурия фароҳам овардани шароити бозгашти занони тоҷик ба ватан гуфта мешавад. беш аз 500 зану кӯдаки тоҷик 4 сол аст ки мунтазири бозгашт ба ватан ҳастанд. мулло Раҷаб Юсуфӣ гузориш медиҳад. یک منبع آگاه از این سفر با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت نمایندگان نهادهای قدرتی و دیپلمات‌های تاجیک به سوریه رفته با زنان تاجیک در پناهگاه‌ها واخوردند. دو زن تاجیک در پناهگاه راج در سوریه نیز به رادیو آزادی تصدیق کردند که نمایندگان مقامات به نزد آنها آمدند. به گفته این زنان، کارمندان مقامات نام آنها را روی خط کرده وعده دادند که زنان را به تاجیکستان برمیگردانند. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در عراق و کویت که مسئول برگرداندن زنان و کودکان تاجیک در سوریه نیز هست، خبری سفر نمایندگان تاجیک به سوریه را تصدیق کرد. سفیر گفت آنها معین کرده ایستادند که چند نفر زنان تاجیک در سوریه خواهان بازگشت به وطن هستند. زبیدزاده میگوید مسئله بازگرداندن زنان تاجیک از سوریه زیر نظارت رهبریت کشور قرار دارد. در دو پناهگاه سوریه بیش از 500 زن و کودک تاجیک نگهداری میشوند. آنها همسر و کودکان جنگجویان سازمان تندروی دولت اسلامی یا داعش هستند که پس از شکست این سازمان به دست نیروهای کرد اسیر افتادند. این زنان از سال 2018 به این طرف از مقامات میخواهند که آنها را به تاجیکستان برگردانند. مقامات از جمله رئیس جمهور امام علی رحمان قبلا وعده داده بودند که زنان و کودکان تاجیک را از سوریه به وطن برمیگردانند، اما با گذشت 4 سال تا حال این کار عملی نشده است. همصحبتان رادیوی آزادی در نهادهای قدرتی گفتند برخی مسئولین رده بالا مخالف بازگرداندن زنان تاجیک از سوریه هستند، چون در سیمای آنها یک خطر را میبینند. اما اکثر زنان تاجیک در سوریه و عراق خود را فریب خورده میدانند و میگویند که آنها را همسرانشان به خاورمیانه برده است. تاجیکستان تجربه بازگشت شهروندانش از خاورمیانه را دارد. سال 2019 89 کودک تاجیک از عراق به وطن بازگردانده شدند. مقامات تاجیک قبلا گفتند که نزدیک به 2000 شهروند تاجیکستان به صف داعش و یا گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. اکثر این نفران کشته شدند ولی حالا زنان و فرزندانشان سرسانند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه. چند زاده توجیکستان و همزمان شهروندان روسیه میگویند هیچگاه در جنگ اوکراین نبودند و در شهر بوچه هم کسی را نکشتند. خدمات جاسوسی اوکراین چند پیش فهرستی سربازان ارتشی روسیه را نشر کرد که گویا در قتل مردم غیر نظامی در بوچه دست دارند. در این فهرست نام تاجیکان نیز هست. چندی از آنهایی که نامشان را در فهرست دیدند به رادیوی آزادی گفتند از دیدن نامشان حیرت زده شدند. با گفته مقامات اوکراین در بوچه بیشتر از 400 نفر کشته شدند. مومین احمدی گزارش می‌دهد. من خیلی کم فهمیدم برآوردن که شما در اوکراین هستین. مثلا ایران شدم. نمیدونم. من پاسپورتم سومت 4 سال میشه که در تاجیکستان. نامی ظریف 32 ساله در روی خط نظامیان روسیه نشر شده است که در اوکراین حضور داشتند. خدمات جاسوسی اوکراین گفته است آنها در قتل غیر نظامیان در شهرک بوچه دست دارند. این خبر او را نگران کرده است. مقامات تاجیک نیز او را سراغ کردند. پاسپورت کردم ما گراجان از فدراسیون رفتم خدمت کردگیم. تا 2018 اومدم تاجیکستان دیگه نرفتم. ما گفتم با تلفن که من خیلی مثلا نمونه نگرفتم. ما خواندم درباره‌اش که مثلا ما را پس زدن که ما در اوکراین و ما را مثلا جنگ داشتیم جنگ کردیم.
یا دروغ باور نکنم مثل دروغ هم گپ چیزی که نیست دروغ. ظریف زاده ناحیه همدانی ولایت ختلان است. او ترس دارد که آینده این رویخط میتواند برایش دردسر ساز شود. به همین خاطر به مقامات تاجیک نیز مراجعت کرده است تا به مقامات اوکراینی رسانند که او در اوکراین نبود. در این رویخط که نام ظریف ذکر شده است، اسمی بیش از 10 زاده تاجیکستان نیز است که گویا در قطار بریگاد 64 سواره تیرانداز ارتش روسیه در اطراف کیف جنگ کردند. نامی رحیم جان یوسپوف و پدرش بختیار یوسپوف نیز در این روی خط است. او ادعا دارد که در شهر خبروسک روسیه راننده تاکسی است و سال 2018 ترک ارتش روسیه کرده است. خدمتچی حربی می‌بودم با فکرم که نمی‌رفتم. ما طرفدار صلح ما می‌خوایم که مردم همه دونه که جنگ در مردم بیگناه بسیار می‌برم و سویشته بیشتر ضرر بسیار می‌بینم مردم کم بغل. اون طرفدار جنگ نیستیم، طرفدار صلح. تاکسی می‌زنم. بختیار یوسپوف پدر رحیم جان میگوید بازنشسته است. ما خدمت نکردم، ما پنسیون اومدم. چیکار می‌رم دیگه ما؟ مشکونه دو نواسادور بچه بچه‌دور. شهروندانی که نامشان در روی خط ذکر شده است تصدیق میکنند که در ارتش روسیه بودند ولی حالا از آن کنار رفتند. روی خط ای پیشینه هست. وقتی که ما در همونجا در خدمت بودیم همون پیش وقت هم 16 تا 20 همی حالتو هست همون روی خط. در خدمات استخبارات اوکراین درستی و نادرستی این روی خط را بر رادیو آزادی تصدیق نکردند. در صحبت بدون میکروفون گفتند که در شرایط جنگی امکان تفتیش آن را ندارند. سیف الله قربانوف که نیز نامش در این فهرست است سال 2020 درگذشته است. دلیل های دیگر نشان می‌دهد که زادگان تاجیکستان در صف ارتش روسیه در اوکراین حضور دارند. دست کم مرگ 7 نفری آنها تصدیق شده است. در یک تحقیق نشریه مدیازون افسران بلند رتبه کشته شده روس در جنگ اوکراین را تقریبا 300 نفر حساب کرده است. در این میان اسم 2 گنرال مایور هم هست. در ضمن تلفات ارتش روسیه از حساب سربازان تاجیکش هم زیاد می شود. آنهایی که هم شهروندی روسیه و هم تاجیکستان را دارند بر اساس قانون در ارتش روسیه خدمت می کنند. عهده دارند که در جنگ در اوکراین هم شرکت کنند. فرزان محمدی از مرگ یک سرباز تاجیک تبار ارتش روسیه در اوکراین گزارش می‌دهد. جسد یک نظامی تاجیک تبار روس را روز 23 اپریل در شهر برناول فدراسیون روسیه به خاک سپردند. به گفته پیوندانش ابوبکر نازیموف 24 ساله روز 12 اپریل در شهر خارکوف کشته شده است. ابوبکر 15 فوریه برای عملیات جنگی به اوکراین سفربر شده بود. در چندین نواری که پیوندان این سرباز به رادیو آزادی فرستادند در مراسم دفن او افسران بلندپایه روس شرکت داشتند و گفتند که در آن عملیات همراه نازیموف باز چندین نظامی دیگر کشته شده است. به قول آنها حادثه زمانی رخ داده است که گروهی از سربازان روسیه برای اشغال شهر خارکوف و احاطه کردن اهالی آن حرکت می‌کردند. ابوبکر نازیموف همراه 2 فرمانده گروه سربازان در صف پیش بودند و از ضرب خونپاره به هلاکت رسیدند. ابوبکر نازیموف زاده ناحیه اشت تاجیکستان پس از ختم آموزشگاه کسبی و گرفتن شناسنامه روسی از سال 2018 به خدمت حربی شهر نوسیبیرسک روسیه رفته طول 2 سال آخر به طریق شرطنامه‌ای با رتبه سرژانت در قسم نظامی شهر سمره فعالیت برده است. پیوندانش میگویند طول سالهای فعالیتش در ارتش روسیه سال 2020 به مدت 5 ماه در منطقه نظامی لاهور تاجیکستان هم مشق نظامی کرده است. و پیش از سفرش به اوکراین همچون فرمانده قسم نظامی 212-0208 شهر مسکو دعوت شده و بیشتر از 1 ماه در آنجا فعالیت برده است. سنوات مدابد و خاله این سرباز کشته شده در صحبت تلفنی با رادیو آزادی از روسیه گفت ابوبکر نازیموف 7 سال آخر زیر پرستاری او قرار داشت و با خواهش خود به صف ارتش روسیه پیوسته است. مدابد و میگوید جنش پسر یگانه برای والدینش بود و امسال نیت داشتند او را عائله‌دار کنند. والدین این سرباز نیز در روسیه کار و زندگی میکنند و برای دفن فرزندشان در قبرستان شهر برناول رضایت دادند. مقامات نظامی روسیه به عائله آنها وعده کمک کرده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
برنامه رو پای میگیریم. یک ساکن تاجیکستان با دست و پای معیوب توانسته است زندگی چندین هم تقدیرش را تغییر دهد و آنها را از کنج خانه بیرون آورد. او برای افراد دارای امکانیت‌های محدود به پول عربچه معیوبی می‌سازد. عربه‌ای که خودش هم با آن حرکت می‌کند ولی از کسی وابسته نیست و با هنر خود روزگارش را پیش می‌برد. درباره کار و روزگار غلامعلی سرویناز روح‌الله و شهلای عبدالله گزارش می‌دهند. هر روزی غلامعلی اوستای عربچه‌های خود ساخت همین جا شام می‌شود. او برای همتقدیرانش از آهن‌پاره و عربچه‌های کهنه اسباب‌های یاری رسان می‌سازد و رایگان تقدیم می‌کند. حالا او برای برادر و خواهری که امکانی راه رفتن ندارند عربچه یا چرخ کرسی می‌سازد. می‌خواهد آن را تا روز عید به انجام رساند و برایشان تقدیم کند. پسری 28 ساله و یک دختری 25 ساله از یک اویله هر دوشون معیوبند، هرچون احتیاج به عربچه معیوب دارند. دو تا عربچه کوشش کنم تیار کنم. میگوید از مادر معلول به دنیا آمد ولی هیچگاه خود را از همسالانش کنار نگرفت. پدر زمانی کودکی‌هایش همیشه همراهش بود و برایش چند هنری هم آموخت که حالا منبع درآمد زندگیش است. کسب کسبی که من سر کردم یکم از تامین پای افزار و ساختن پای افزار، اما با مبلغم کار نمی‌کردم. مثال یک کس به من مثال خوراک می‌آورد، مثال سبزیجات، کارتوشکا، پیاز، مثال در عوض پای افزار من برای پای افزار تیار می‌کردم. میگوید جامعه به نفرانی مثل او نگاهی برابر ندارند ولی این برایش مهم نیست. اگر هر یک سخنی را من در دنیا خودم جا کنم، من از خانه بیرون برآمدن نمیتونم. من در این دنیا زندگی کردن نمیتونم. اون چیزی که خداوند برای من داده، من از این زیغ نیستم، خرسندم. بگذار همون نفری که یک بار مرا میبینه در همون حالت شاید خدا را یاد کنه، یک کاری بعدش پیش نظرش بیاید. شاید خداوند گوید که همین قدر قدرت دارد، مثلا همین هر کاری که باشه مثال میکنه. من برای رو افتاده نیستم، زیقم نمیشم. غلامعلی 39 ساله خانه ندارد و از یاوان آمده در ناحیه رودکی اجاره نشین است. با وجود آنکه حکومت ناحیه یاوان 12 سال پیش و در روز ازدواجش قطعه زمین جدا کردند، تا هنوز آن را ندیده است. هر سال در هر یک رئیس ناحیه من عریضه نویساندم، شکایت خودم پیشنهاد کردم، مثال مراجعت کردم که برای من حتی اقل برای من زمین در خود ناحیه من در دهات میشینم. با یگان مکتوبی من تا هنوز جواب گرداندگی نیست، این از بین 12 سال میشود. از اینکه زندگی چند تن از همتقدیرانش را تغییر داده است خوشحال است. هر بار پیام‌های منتداری مشتریان را می‌بیند به کارش دلگرمتر می‌شود. برای ساختن عربچه‌های معیوبی به غلامعلی افراد خیرخواه هم کمک می‌کنند تا کارش را درست و سری وقت انجام دهد. غلامعلی به فرق از اکثر افراد امکانیت‌های محدود داشته به زندگی با دیدی دیگر می‌نگرد و همیشه برای بهتر کردن زندگیش تلاش دارد. دادگاه شهری خاروغ دو ساکن این شهر را با گناه تحقیر و زورآوری به نماینده دولت متناسباً به 18 و 4.5 سال زندان محکوم کرده است. ریاست امور داخلی ولایت بدخشان با نشر یک بیانیه رسمی در فیسبوک گفت حکم خورشیدشاه سلطانشاهیف و شادیجان فرمانبیکوف روز 26 اپریل صادر شده است. هر دو به آن گناهکار دانسته شدند که ماه نوامبر سال 2020 در ناحیه شغنان و شهر خاروغ ماموران میلیسا را هنگام اجرای مسئولیت‌هایشان تحقیر و لط و کوب کردند. نظر وکیلان دفاع و یا خویشاوندان این دو نفر هنوز معلوم نیست. و بیننده عزیز با این خبر رسیدیم به پایان برنامه اخباری آزادی. خبر و گزارش‌های دیگر را در سامانه رادیوی آزادی و صفحه‌های ما در فیسبوک و یوتیوب پیدا کنید. خدا نگهدار.